تفلت به تو گفت به تو انار آوردم تو سیکو انار هر کدوم او ببرد خاک به خیر بخوره ای باسکله انار بگو من گردم بود باخت داده او برده کیه؟ سلام منم سلام شته هستین سلام خوبه خیریت جانجوره شما خوبه؟ ببخش دیگه انار نشد بیارم بفتادم به جو همه تر رو به خاک شو بله خیلی بخواه که بیایی بخونه بیایی که سارت جور شما تر رو خدا نکنه بیایی بفرمایی بیایی دشمنام به او بفته بفرمایی بفرمایی یا الله یا الله چه شد؟ سگ وایت سگ بکشم وایه با ها؟ ایلاده که گربی بود دل می بنداخت نیه گردنم من سگ وایه بیایی ها بیایی میگم گربه نیه بیایی سگ هونی کوکای میکنه بسته کنی گربه است چخه لا حول ولا بیاین دیگه گربه بود سگ بکشم اونی سگ شما اون سگ بسته کار نداره بسته؟ بیا بیا به خاکشون الهی خب سیگه پای دیگه شکر فضل خدا بخیر نگاه ها شکر بفتاد و خاطر تو گردنم من باشه به تجو این به خاک الهی چری الهی آمین انا چیزه باسکل برکای بکن انا بچگاه که بیده پوخه باردش ماشین چی مرگم هم کجای تفرقون باردش بدیم خب نرم شدیم اول نه دنبه کلمه کم پسرود شده مثل خربزه پوله بری زنگ دیدی خیلیت بود خیلی از مسیح گفت شما بگم چی مثلا هیچی دیگه ما این بریم به ایراد بریم خیلی بله ما این بریم به ایراد اشتا به ایراد مثلا عقل آدم بری دیگه ما این بریم به ایراد بریم خب گپینه به چی کار میری مثلا هیچی دیگه به زندگی کرده میریم یعنی به شیشتنی با دیگه یه جدی میگم شما به شیشتنی میری اونی بابام به باجی شما زنگ زدم گفتم که بیایم به دنبال با که ما بریم به ایراد بریم به شهر بریم تو رو هم میبرم های ها دیگه اینجا خب من نمیمونم چند سال نمزاد داریم به شما بگفتم زودتر پول پیشکش خلاص کنین که عروسی کنین شما باز هم میترازی صدری پیکنیم صد میاریم خب پول دیگه 13,000 بدادم چی نمونده از 3 لک 13,000 کم شه چند نمیشه 2 لک و 80 چند هزار دیگه میمونه دیگه 4 سال زحمت کشیدی من تا حالا کمی چی بچ خب اون مامال خب اون غله که داره اون بیبی گفتم بکنه شاید 300 400 بشه اونا رو هم میارم به خیر خوشی اونا رو هم میارم 400 چی میشه دیگه از 3 لک شما 300 میاریم خب پیش میره 13,000 پی هم بدادم من بیخی کوکن اینا رو هم مگرم فکر کنی نرو تو می نرو اگه بری اوزا کشمیشی میشه من نمیتونم یک ذره بیام مر نمی تو نه چرا گپ نمیزنی ها بابا میگم ها بابا میگم خلاص شده که این گپ ما پاش ما خلاص نشده که این میتونید یا برو خونه برو بده خونه برو هیچی من میگم که چیزم گوسپند همسایه بزغالی زیده بود من گفتم سعی کنم که تو جای بیاوردم با ما یا ناوردم خدا کس فعلا خوش میدی میگی خدا برو کس برو بیار تو برفتم بیار تو برفتم بیا بردن و بند برش بیا با بیلتگانی پیاردم بیامدم به خدا پسنگ بجان چیکار بکنیم دیگه؟ خیلی برفتم مثل که به کوچه میرم چیکار بکنیم مادر من یخ میشکنم من یاد برم خودم کمک کنم نمیفهم اگه تو بری من دل من خون ترق بشی دل برام خود نکنی خدا
خبر میشم صدا کوتاه کنم. من چیلاکی بدون که بستانم که تو کلونشی، تو هم کلون شدی. تو رو بدادم من نکای مسلمانی با من خاطره که من پول ندادم. با زمان من کم دادم، 3 سال میشه 13,000 روپیه پول بدادم. کی 13,000 میده؟ من نمیگم تو بگو. مرتکه 5 سال 2 سال نمزاد داره، پول آخر نمیده. من به 3 سال 13,000 بدادم، اون 400 500 دیگه هم شاید تقلق باشه. دل تو ماما بسوزه. بیخی شامت کردیم مرتکه به برج 20,000 معاش داره، شما به 3 سال 13,000 آوردیم. حالا میریم ما چیکار کنم؟ هیچی دیگه، حالا مشکل نداره. تو 5-6 روز دیگه هم هستیم دیگه، تا آخر هفته میریم. همین هفته هم شاید باشیم. شما زودتر دست به کار شیم دیگه. بخیر چی کنی که عروسی خود بکنیم دیگه. خلاص شما هم به خدا دیگه این رقم خوش نیم، رنج شدم بیخی. ما برو میگی به ایران، دل ما میتره. آی آی با خاک که مادرت بیدر میشه فکر بار میکنه که من گریه نکنه پازمه، گریه نکن. چیکار میکنیم دیگه؟ حالا حتما میریم شما. من نمیشه بیام خود شما. نه دیگه، اگر میشد که می آمدیم دیگه. من میگم پیشکش خلاص کنیم، زودتر فکر کار عروسی بکنیم خلاص چه دیگه. نمیشه بابا، با 5-6 روز دیگه عروسی میشه. بیشتر نمیشه. شما 3 ساله یک سر جون میکنیم، این برابر میزنیم. شما 13,000 آوردیم، مرتکه به برج 20,000 روپیه کار میکنیم، 3-5,000 روپیه کار میکنه. شما به 3 سال که 3 سال مرتکه از یک پانتونی فارغ میشه، شما 13,000 آوردیم. بس یک کار که به پیار خوب بگو گلک سلام میگفتم روی من نمیشه، همین پولا من پس بدم. هر وقت نه خوی که خدای نکرده من نه که به تو بگم گپ چیزی. با بین شما چی میگین؟ اگه تو بگم پیار من میکشم. خوزد تو میری به ایراد میری پولا من بسوزه. تو هم مثلا من بگیر من نه خوی چه کار میشه؟ ببینه چه پولاش هم بسوزه، ما شما نگاه کردیم خیلی. خب باشه درسته نگاه کردیم. خب خیلی تو ببخش من نفهمیدم. این رو بیخی شما یک رقمی بخواد. من به جوی افتادم سرقی شدم. بیخی به جوی آمدم. من اصلا نمال گو و خیال مرغی میکنم. مرتکه از تیاره میفته که مقصد خود خورچی نمیکنه. خیلی شما چی که پا میزنی؟ من اگه شد ارزه زنی میکنم بلکه من برو بخونه تو میشه پیارت بیایی دویده برو. همین شما رو خدا کار عروسی خلاص کنیم زودتر دیگه که بیخی برو. فکر ذهن من آرومه. اشتغال من خود کی گاب زنم به کی ما برو منار بکنم به کی برو بی بکنم شوا خواه ببینم که من شبا به پیشیش که نمیرم. خب دیگه دوما جون آن 24 پارچلیه خوبه دیگه، خیلی هم خوبه. حالا گپ بزنیم اینا ریت به اجاره میگیرم از شما 40 میلیارد چی رقم؟ یا خرسه بیست اینجا ببری بفروشی 100 نفر 100 مشتری پیدا میشه. تیار دیگه یعنی همین 40 ها شما میکنیم 2 لک جواب میده؟ بیشتر هم میشه. خب تیار دیگه چی بیتر دیگه. خب گوسپندان که یک 50-60 هزار جور میکنه دیگه، یک لک اونم جور میکنه دیگه. بالاخره هم جمع جور کنیم 1-4 لک میشه که به شما گیره کنم جو سلام رای دیگه. همین دیگه 4-5 لک میشه. خب تیار دیگه بخی صحیح دیگه. میگم یک چیز دیگه، این باجی به کجا؟ باجی میگی لک یک زنگ میزنن که میارن جو پنده خود اختلاط میکردین. کی؟ باجمه. کی لک؟ باشه یک زنگ بزن تگونو بخونه فنی بده که چه؟ زنگ زنیم. اجی بگو.
شهلی سبز شده. بوق میخوره گوشیر نمیگیره. حال خوبه. بله. کجایی گیلک؟ آخ من خسور تو ام هر دمی زنگ میزنی میگه نشتم تو هم صدا من نمیشنسی. با کجایی؟ وقتی بیا به واقعیت تیز بده ها بیا که باجی تو اومده. آن ما واقعیت زود بیاید. این یک رقمیه. ام زنگ میزنم میگه بله نشناختم شما کینیم. آخه میگم منم میگه بازم نشناختم کینیم. نمزاد هم زنگ میزنه. با نمزاد هم میگه ببخشید نشناختم شما کینیم شما. آخه میگه من نمزادتونم. ده کرد میگه نمزادتونم تو میفهمی که نمزاده. خیر این باجه مکاسته که من کمیته. تو حال همون خوی خاصیت ها قدیم ای مثلا بدتر بشده خوب نشده بدتر شده. خوب میشه انشالله. کاکا هفت کاکا با سلام علیکم. یالا سلام علیک اشتن باجه. سلام باجه اشتن خیریت جانجره. جای شما که بخی شما خیلی یاد کردن نام خدا و دلشون بخی شما علی جلو شکم خورنده میگی نام خدا شاق شدی باجه. سلام من باشین خیریت جانجره. بخیر ساعت خوب جانجره اشتاستین بخیر چی عجب جانجره. آنی این دیگه بشینم کجا؟ یعنی پلیمه آنی درسته. ما از هم صبح تو حال برات تو میگردیم گیلک به کجایی تو؟ من اگر جا شما خیلی 4 تا مرغی دارم. بله انا مرغ دارم. انا گاهی وقتی اونو جمع میکنم. انا مثلا انا گوسپندا داریم دیگه. ما خرتپرت خیلی داریم. نی زنگی نی خبری نی خطی نی هوایی. من تلفن تو بکن. هیچی بام باجه خو یک زنگ نمیزنه. راست میگین دیگه. هر چی که زنگ باجم باجا سابق. راست میگین. هر چی زنگ میزنن گاهی وقت به شما میگه تلفن من میگه لم دلی یبدب. انا نمیگیرم عقلم هم نمیکشه مثلا که شماره بگیرن. چی گپایه؟ قرار قراری اصلا شما خیرتیه؟ ها نی اشتنم قوم نه شکر از طرف ما خیرتی نیه. چی گپا گفتای قوم قشا اشتنم خوبه اما خوبم زنده باشین. الهی شکر. اشتنین کاکا شما خوبم تو اشتنی فضل خدا. ما دیگه همین چشمام رو کلاغا بکشه که امروز صبح عروسی گیلک امروز صبح عروسی گیلک مرگم فاجعه بخیر شما کلاغار بخوره بروی عقبی بخو. نول زد چیشا شما. بابا ما اکسترا معطل تو که مجلس خور اینا گوشنه ان خاطر امسال یعنی از گپ میگم کلاغ با کجا بوده؟ میگم دوماد این خوبی داره که پیشکش کردن خلاص کرده. پس خوبه دیگه چرا عروسی رو نکردین کوکو؟ گیلک هو نگو بگو بله. گیلک تو حالا پیشکش که چندی دادی؟ چنده؟ 13,000 روپیه بدانم. به کل خورو بکشتی 13,000 روپیه به 3 سال بدهدی. جا خدالت و گیلک به خدا. از همی سالک 13,000 روپیه تا حال پیشکش داده. بیخی کوکنده واقعا. شیر مادر تو گیلک. اینجا کار نمیشه. گردن بند باشه عمر خور زحمت کشی پول یک من تنبکو به بیبی من نمیشه. نه واقعا خوب کاری. راستی کاکا چشمو پیار ما روشن باشه. میگم بابا خیر خوشی ما هم برم باجی ما به شما به ایراد ببره. امیتا که پلان دارن گیلک تو چی کار میکنی؟ قدیما میری یا نمیری؟ من نمیفهمم. اختیار ما به دست منیه. ما از خون مادر و پیاره دارم. اگه ما رو بگذارن چره و گل روی شما کنه میرم و گل روی نوزباد مگه بشه من میرم. یار شیر مادر تو آفرین. از اون خورتکی گیر بس تو نکردن تا حال مطالب سیال کم میگه به گل روی شما کیچ و گل روی نوزاد خو میرم. یار آفرین. یعنی واقعا تو باجا وقت روسایی
خب گوار خوش کردیم. بله او ما گوار خوش کردم. قیمت اینا چنده؟ قیمت از اینا 2 لک. خالیه. خالیه. بله. دیگه خیلی 2 لک روپیه دیگه 3 تا کی باشه خالیه. 2 لک روپیه کم خالیه. چند خوبه؟ آخر به قیمت کنه دیگه. به چیزی که می گنج میخرم. خب شما قیمت خور بگیم لالا جیگر. اینو لالا اگه دق نشیم به 1,50,000 ما. 1,50,000 که خیلی کاکا 1,50,000 تو خاصه بسته نمیدم. تو داره گاهی تو 1,50,000 میدم لالا دیگه تو امنیه که شما بگین قیمت شده حالا بگم اجازه کاکا من یک گپی بزنم. بگو. از طرف شما اجازه دارم. بله دیگه به شما هرچی که بگید. همین 2 لک از اینام نه 1,50,000 شما نه. بله. با هم 1 لک و 70,000 روپیه. خیلی خوش شد. نه برای توکل به خود ما هم گفتی. خوبه کاکا میفهمیم که ما و شما شفر داریم اینا سوء استفادگی نکنم به خاطر که ما مشکل داریم ما بفروشیم برای شما خوب برای از اینا خوب لک 70 خدا خیر. خوب لالا. خیلی باشه برای دست خیر. خدا خیری پیش کنه برای مولا بزن دست خیر برای لالا پولارم بده. برای که پولا بده. با یک من میچسبه. بله او با شما هم شیرینی میدیم بله. بریم جلو شو. طفلا خصوم کردن همه من باشه برستگی رفتنی شو. بیا دیگه ماتر چی؟ من بیام. خب بیا دیگه چیکار میکنی دیگه؟ این بود دیگه ماتر شما بیا دیگه اکسات کرده. خب چی کنی شما؟ بله. آره تو دیگه مرسته. بله او میخریم. دو تا هم از این دیگه که شدید حرف میدیم از اینایه. با گپ نیه. دیگه کی میده چه جا هم هست؟ امر میخریم شما که میفروشیم ما مشکل نداریم خب دیگه. شما سعی کنیم اینا هیچ قلب نیست. نه خوبه. ما یک مدتی ما بیشتر نمیشه که اینا نمیشه. مولا سید با شما گم لالا خو. بله میده چی؟ ایتا با شما بگم ما همین وسیله خونه هر چی که هست گپ نیه خود شما میراد میریم ما. میخریم خود شما بخونه کلاک میکنه. بریم خونه. میریم خونه کلاک میکنه. بریم. میگم لالا شما می مال و گوا و دیگه کاسار که شما بدادم ما همین سرا شما چه کار میکنید؟ 100 لک دلار به من سراغ نمیفروشم. 100 لک دلار به فروشی نمام لالا امیر بهم گیره و بدیم ما چه که دو نفر آدم میگه جامو تنگ امیر بدیم ما ایتا بگو دیگه. بگیره خوبه دیگه مشکل نداره. بگیره ما نمام به فروشی لالا. من سراغ تو به گیره میدم امیت که به گیره میدم در پنجره حساب کتاب تیاری میدم از تو باز میتونم امیت. بله امید. تو اینا بشکنی در دروازه بشکنی ایش کنی متوجه سرا بشی. چشم شما میتونید پس به دست شما تحویل بدم. سعی کنیم لالا خو همین حساب کتابا شما خود کاکام سلاک شده بله به گیره ما برای شما خاطر برای از اینم خیلی سنگین تا اون نشه شما سنگین نشه. بله 1 لک روپیه هم حساب گیروی میشه. بله. میشه 4 لک روپیه. 4 لک روپیه شما برای کاکام بدیم دیگه مار بخیر شما هم به سلامت بسم الله. مشکلی نداره اگر از باشه. امی 4 لک روپیه که با مار ودی دیدم من کلیکوت که وار میکنم حرکت میکنم کاکا از این منطقه میره. خوبه مشکلی نیه. من به شما پول من تیار میکنم بخیر میدم. بخیر سه. بله. گپ خوبه. بخیر تیار میکنم به شما پول میدم لالا. شما هم سرا به دست ما تحویل دین دیگه. خوبه. دیگه کو گفتنی نمونده. خب کی پول میدیم؟ سبا بخیر خوشی بنه که به شما پول بدم. خوب گپی. مشکلی نیست. خوب گپی. شما که سبا برای ما پول بدین سبا هم به سبا به شما تحویل میکنم. خوب گپی بخول نیام. هیچ. بعد ما به شما سبا. خب بیننده‌های عزیز نمایش دیدیم. نمایش انشاءالله دیگه بازم دوباره میگم فکر کنم که سریال حدوداً 30 قسمت که 6 ماه در بر میگیره و خیر خوشی نگاه میکنه که خوش میگذره برای ما و ای فامیل یا خیر. دیگه مصیبت ها فکر کنم که شروع میشه. اگر از امو غریه خب اینا بار نمیکردم از امو رسولی خب بار نمیکردم به ایراد نمی آمدم خب فکر کنم اونجا بهترتر بود. با هم باز از این به بعد انشالله تماشا میکنیم قسمت 30 هم که تا بال بینندای عزیز آهنگی بود دیگه از این به بعد انشالله باز می پشت صحنه که پیش به چای اشتباه میشه یا نمیتونم یا میخندم یا بلخ گریه میکنم لات چپات چیزی میخورم. یعنی اینا قسمت 30 هم پشت صحنه همین قسمت 30 هم با هم نگاه میکنیم. همین قسمت 30 که به خیر خوشی تکمیل شد تمام شد با شما تا به هفته بعد
که انشالله شما انتظار دارین که سالیار به کجا میرسه. شما رو به الله پاک میسپریم. خدا حافظ و نگهدار شما باشه. نوستات هم پرسان کتون خوب بود، دکترک هم تیار بید، اگه سلام بسیار هم میگو. نداریم دیگه، چرا نواسه میگیم؟ مادر نایب اگه دیدین که بمی دی نه به می غریه یا به می منطقه ما؟ به منطقه ما اقلا دو ما جو بمی دیمو غریه ما باید بگوته به منطقه بگه. خب بگیریم انگور مگس بلا از من یاد آفرین ها پشت صحنه بگیریم. پشت صحنه بگیریم جنگ میزنم به قلبی خو. آن ما قلعه دادم، دست بی دادم، قلعه بکنم قرار هرچه بشه 600 400 باشه اونو رو هم میارم. آلم کلون شدی تور بدادم من نکای مسلمانی به من چون کنه بچه خاله 7 سال میشه 13 در پیل داره بداده 3 سال نه دیگه.